خب بعد از اینکه تصور و تصدیق رو یاد گرفتی و فهمیدی که اینا چه ربطی با علم و فکر و اینا دارن، الان مهمترین بخش اینه که توی تستا تو باید بتونی تشخیص بدی که کدوم گزینه تصوره و کدوم گزینه تصدیقه. من میخوام الان بهت یه تکنیک بگم که اول این تکنیک رو یاد بگیر، بعدم با هم دیگه تستشو میزنیم که خوب بفهمی. تکنیک چیه؟ هر عبارتی که بهت دادن اصلا مهم نیست، جمله است جمله نیست، فعل داره فعل نداره، علامت سوال داره نداره، ایناش اصلا مهم نیست. تو یه چرا بذار سرش و اون عبارت رو سوالی کن. خب مثلا گفته که دل بر کسی مبند که دل بسته تو نیست. این عبارت خود کنکوره ها. دل بر کسی مبند که دل بسته تو نیست. خب ازت پرسیده تصور یا تصدیق، یه چرا بذار سرش، بپرس چرا دل بر کسی مبند که دل بسته تو نیست. اگر معنیدار بود این سوالی که پرسیدی، اون عبارت حتما تصدیقه، و اگر معنیدار نبود قطعا تصوره. چه فعل داشته باشه چه نداشته باشه، چه توش امر باشه چه نباشه، اصلا به اینا توجه نمی کنی، فقط به این توجه می کنی که اون سوال معنیدار هست یا معنیدار نیست. یه نکته درگوشی هم بهت بگم، جواب این سواله اصلا مهم نیست. مثلا گفته دم خر درازه، چرا دم خر درازه؟ اصلا مهم نیست که واقعا چرا دم خر درازه، مهم اینه که این سواله سوال معناداریه، درسته؟ ولی بگو مردی که آمد، چرا مردی که آمد؟ معنی نمیده این سوال. ببین فعل آمدم داره ها، ولی معنی نمیده. پس این عبارت قطعاً تصوره. حالا با هم یه تست بزنیم که خوب بفهمیم. خب تست رو نگاه کن. گفته کدوم گزینه با بقیه متفاوته از نظر علم و دانش و اقسام علم و دانش. گزینه یک چی گفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتم چرا میذاریم سرش؟ چرا به نام خداوند بخشنده مهربان؟ معنی نمیده، پس تصوره. اینو میذاریم کنار. گزینه دو، به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید. چرا گون از نسیم پرسید به کجا چنین شتابان؟ معنی میده دیگه، چرا گون از نسیم اینو پرسید؟ معنی میده، پس این تصدیقه. پس یه گزینه دیگه مشکل ما رو حل میکنه که بفهمیم تصور میخواد یا تصدیق میخواد. گزینه 3 رو امتحان میکنیم. دل بر کسی مبند که دل بسته تو نیست. چرا دل بر کسی مبند که دل بسته تو نیست؟ معنی میده. ببین فعل امر داره ها، ولی معنی میده این سوال، با اینکه یه بخشیش امریه، ولی میتونم بگم که چرا دل نبندم؟ میخوام دل ببندم، یعنی گزاره قابلیت صدق و کذب داره. پس گزینه 3 شد تصدیق. جواب قطعا گزینه 1. گزینه 4 هم با هم چک کنیم. گزینه 4 هم میگه سیاه زندگی هرگز نشود سفید به آب. خب چرا سیاه زندگی هرگز نشود سفید به آب؟ این یه سوال معناداره، درسته آقای مومنزاده؟ معناداره، پس اینم میشه تصدیق. جوابمون میشه گزینه 1 به همین راحتی. خداحافظ.